دوستان عزیز سلام. امروز هم دوم بخششم از یک جای خاص، خیلی جای خوب شه. یک ویدیو کوتاه تهیه کنم بخششم و اینجا که هست مرزی سه چهار تا کشور دیگه. اینجا مرزی سوئیس، اتریش، لختنشتین و میشه گفت که مرزی آلمان هم اینجا. یعنی پولیه که مردم با بایسکل ایسو مرمه دیگه. اینی نقطه مرزی چنین بین چند کشور، دقیق وسط مرز دیگه. دوستان عزیز، بسیار یک جای قشنگی ایمنه. یعنی از مرز امزی یک چند کشور که توسط نزیر رودخانه کست جدا شده، سوئیس و دو سه دانه کشور دیگه. اینی طرف کست سوئیس دیگه. می دقیقا ما دقیقا دمی نقطه مرزی دمی وسط از کشورهای استشتم. یعنی طرف کست پرچم سوئیس دیگه، با کوههای آلپ سوئیس دیگه. یعنی یک رودخانه بسیار قشنگ، آب خیلی لوکس داره. یعنی از کشوری کوچیکی به نام لختنشتین دو طرف ترش کسا کمک پیشتر بری میشه اتریش دیگه. یعنی پرچم از او چندان کشور دیگه. یعنی پرچم های از او کشور دیگه. بسیار یک مرز قشنگه. خیلی خوشم میاد گاهی موقع که اینجا میم دیگه. گاهی موقع که اینجا میم به یاد از مرزی کشورهای آسیایی مثل ایران، افغانستان، ترکیه دیگه. همی چندین کشور دیگه خلاصه مفتم دیگه. کیا یک رقم مرز را سر یک دیگه قلف کده که به خدا اگر پرنده از پر کشته نمیتونه دیگه مرزا دیگه. یعنی کشورها دیگه یعنی راحت خلاصه بدون از اینکه کس پرسان کنه که تو از کجاست یا مثلا پاسپورت تو مال کجایه، پاسپورت داره نداره دیگه. یعنی خلاصه پولیه که مخصوص بایسکل و آدم پیاده رو که مثلا پیاده باید از این کشور دیگه از این کشور دو کشور خلاصه جور شده دیگه. بسیار راحت بدون کدام سرصدا مردم مره میه اینجا خلاصه. یعنی پول دیگهش که است مال قطاره، اون طرف و پول دیگه که معلوم میشه او پول مال موتر و از بغل پیاده روان داره ناگفتنم نه دیگه. توسط اینمیزی رودخانه که است سوئیس و اتریش اینمی لختنشتین از یک دیگه خود جدا شده دیگه. بسیار یک جای لوکس هم است ایمنه. یعنی از آقلای لختنشتین اون شهرهایش کسته به اسلام و دورفایش دیگه، قریه هایش کسته یعنی دمیم ناف طبیعت دیگه به اسلام. تنی دختر کسته شاید یا سوئیسی باشه یا لختنشتینی. راحت قد بایسکل خموره و طرف ای طرف مایه و طرف موره دیگه. هم یعنیم از نقطه مرزی بین از این چندان کشور نگفتنم نه. یعنیم از کوههای آلپی از این کشور لختنشتین. یعنی لختنشتین در کل اینمیه دیگه. یعنی کوههای آلپ به نام کوههای آلپ لختنشتینه. یعنی مقدار کوچیک، یک کشور بسیار کوچیک اما خیلی خوب پیسدار. یک کشور پیسدار یک کشور.
یعنی دیگه کم کم پاس هم شده ای طرفا، این حال شام میشه. ما هم برم سون طرف کشور خو. سوئیس فعلا کشورم شده دیگه اینجا. سوئیس زندگی اینم دیگه. کشور دومیم. یعنی از پرچم سوئیس طرف سوئیس دیگه. اینجا زاویه پول رم بخششم بگیرم. پول پیاده روی بین اتریش و لختنشتین و سوئیس. این کوه بسیار بلنده دیگه. بسیار یک مرز قشنگه اینجا. این آب کمه، گاهی موقعی آب بسیار زیاد میشه. گفتنم نه که آب بسیار خوش رنگ هم هست، قشنگ. دیگه دوستان عزیز، اینیم بود از ویدیوی از ما که خواستم بخششم جور کنم امروز. امیدوارم که خوشم باید دیگه. الله یار و نگهدار همه ایتون باشه عزیزان.